افغانستانم جان و جهانم، ای سرزمین نامدار و باستانم. نام تو هر لحظه باشد ورد زبانم، با تو برجاست تا ابد عهد و پیمانم. افغانستانم ای دل و جانم، ای میهن عزیز و امن و امانم. افغانستانم ای بوستانم، ما لاله های دشت و دامن تو هستیم، ما پاره های از جان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی بی پایان خدمت شما عزیزان. امیدوارم که از مشکلات زندگی بدور بوده و همیشه خنده بر لبان زیبایتان باشد. بینندگان گرامی، امروز بنده سید محمد محسن علوی با برنامه محسن مهمان خانه های پرمهر و محبتتان شدیم. خب دوستان عزیز، برنامه امروزی خود را اختصاص دادیم به انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع که دارای دپارتمان های ذیل می باشد: سرامیک، گرافیک، نقاشی، دیزاین و صنعت چوب. دوستان عزیز، این انستیتوت برای بار اول در سال 1302 هجری شمسی تأسیس گذاری شد و دوستان عزیز، این انستیتوت برای بار اول به نام مکتب نقاشی و بعداً به نام مکتب صنایع ظریفه یاد گردید. پس با برنامه محسن باشید. چرا با برنامه محسن باشیم؟ چون که محسن به حضور حقیقی شما افتخار میکنه. بهش گفته در گلشن تو هستیم، افغانستانم. دوستان عزیز، برنامه امروز خود را ما اختصاص دادیم به رسامی و میخواهیم که در یک روز رسامی یاد بگیریم. به نظر شما من میتونم در یک روز رسامی یاد بگیرم؟ پس با برنامه محسن باشید. آسمان تو همچون ستارگانم، افغانستانم قدر تو دانم. خوران برادران قشنگم، ما آمدیم به صنف رسامی. خب دوستان عزیز، میبینیم که همه محصلین اینجا مصروف به نقاشی هستند و میخوایم اینجا با استادش صحبت بکنیم در مورد فعالیت هایشان، در مورد اینکه چه تعداد شاگرد دارن. پس با برنامه محسن باشید. سلام استاد، خوب هستین؟ سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. تشکر استاد. میشه خدا رو برای بیننده های ما معرفی بکنید؟ اسم من سید معصوم شاه هاشمی است. استاد رشته نقاشی هستم در انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع. بسیار عالی. مضمون ما طراحی است. امروز طراحی داریم سر صنف‌های 14 و 13. بسیار عالی استاد. استاد در مورد فعالیت هایتان برای بیننده های عزیز ما بگید. اینجا مرکز هنری انستیتوت هنرهای زیبا و صنایع، ما رشته های مختلف داریم. رشته نقاشی داریم، رشته گرافیک داریم، رشته صنعت چوب داریم، رشته تربیت بدنی. دمیجا تدریس میشه. ما دو بخش شاگرد و محصل میپذیریم. در بخش شاگردای ما از مکاتب عمومی که صنف 9 بعد کامیاب میشن، ما اینجا کنکورک داریم. سر سال در ماه هود امو امتحان کنکورشون یک تست میگیریم، شامل میکنیم. دوره 5 ساله ما میشه تا 14. بسیار عالی استاد. استاد مثلا اگه یک نفر مثل موری میخواد برای بار اول بیایه نقاشی یاد بگیره، با چه چیزایی را داشته باشه؟ مثلا چه تجهیزات رو داشته باشه؟ باید که اول مثل شما شاگرد ما که هیچ کار نکرده، یک پنسل و یک کاغذ، یک ورق کاغذ که خود میاره. اینجا ما اساسات اولیه کار آموزش نقاشی را برش آموزش بدیم. او استاد خب من خبر نداشتم که هیچ چیزا لازم است، ولی ما هیچ نوردیم. یعنی طبقی که بیننده هستم میبینیم من خالی هستم. پروانه میکنم. ما اینجا داریم، هم تخته داریم، هم کاغذ داریم، هم پنسل که برات در خدمتت بانیم که کار کنی خودت.
خب خدا رو شکر من بخیه چی شدم گفتم شما رو ناراحت کردم. خب استاد آلی میتونیم بریم استاد؟ خب اینجا ما داریم یعنی اینا استاد این تخت شاسی میگن میره خب تخت شاسی. شاسی یا زیردستی اینی هم کاغذ است طراحی است یا هم پنسل این دوستان عزیز استاد در فکرم که این پنسل از خود سازهای مختلف بله این پنسل اچ است که برای طراحی است. خب استاد حالا ما چیکار کنیم مثلا ما مادم تمام تجهیزات ما کامل شد ما چیکار کنیم؟ اینو پسر گلم تو خودت مرا اجازه بده که ما بر بشینم اینجا بر معرفی کنم خطا را نشان بدم. اینا پسر گلم آقای نازنین میبینی چیه پس ما اول در قدم اول باید پنسل گرفتن یاد داشته باشیم. پنسل از چه رقم بگیریم؟ این رقم بگیریم راحت هستیم ببین یا مثلا این رقم بگیریم. به نظر من این رقم راحت تر از پنسل گرفتن. این پنسل گرفتن که یاد گرفتی بعدا تو صنف چند بودی که اینجا آمدی صنف نو بعدا آمدی نه؟ اینا رو تا صنف نو تو اشکال هندسی رو خواندی بچیم؟ اشکال هندسی مثلث، مکعب، مربع، مستطیل اینا رو فهمیدینی خط شکسته اینا رو کار کردی خط افقی عمودی. در قدم اول ابتدایی باید اینا رو تو آموزش ببینی. اینجا من برات میگم مثلا به اینی که مثلا کار میکنیم اینی چی میگن؟ این چی میگن؟ مثلث. خدا خیرت بده. به این چی میگن؟ مکعب میگن نه؟ مربع میگن. به اینی چی میگن؟ دندانی اره‌واری یا اکثر خود آخر مثل پله خانه. پله خانه یا مثلا پرشکو مثلا یا دندانی اره این به نام خط چی میگن؟ خط منکسر یا شکسته. خط منکسر یا شکسته. بارک الله. خب استاد اینجا اومدیم راجع به دیگه چی میگیم؟ اینی رو چی میگن؟ یعنی دایره. خدا خیرت بده که همه در سرکارت با اینا هست. ای از خطا اینا میایم اینی رو چی میگن؟ مخروطی که در اندسی خوانی دیگه ده. تو مضمون اندسه رو خواندین شما نه؟ اینی اینا رو خوانی که به نام مخروطی میگن. مخروطی شد درست؟ بعدا ما شما میایم سر پرسپکتیو. خب چی هست پرسپکتیو دورنما را میگن. در انگلیسی پرسپکتیو میگن که جا افتاده دیگه زب دری ما شما جا افتاده هستن دری به نام دورنما میگن یا مثل دورنما یا نزدیک نما. اینا ما شما اینی پرسپکتیو یا دورنما را قسم مثلا چه رقم میبینیم در جای کار میکنیم این رو باید اول بفهمیم. پس کار آغاز شروع ما شما از نقطه است. از نقطه شروع میکنیم که خط میشه. میبینی؟ درست شد؟ شما دیدن ایره که اینی سوی روشن شده اینی طرف تو روشنی تر میبینین. این خوب این خوب سعی که بچیم متوجه باش که من دست من چه رقم کار میکنن چه رقم من پرداز میتونم سعی که خطا اصلا استاد از طریق قمی روشنی و تاریکی میتونیم جسم را خود زینت مقبول بدیم. اما تو مجسم بسازیم. ولی استاد ما خود نقاشی رو فهم بخترم زمو ما یاد ندارم. این اومدی ایناله یاد گرفتی که تا یه اندازه ما این باز ما این کارخانگی میتیم به خاطر که دست شما روشوه اینا رو فهمیدینه به خاطر دست شما روشوه یه آلتا را سرتان تمرین میکنه. استاد اما تو بفکر استاد بفکر آیا امی نکش نو که پنسلین دیج نمیورداری. بسیار عالی. خب استاد یاد محمد علی بکنم که بیننده عزیز بفهمم که من یاد گرفتم استاد عالی. بیا بشین عالی خودت که من اینیا رو برات گفتم بشین. بارک الله بچه. بارک الله کمی. استاد این رقمی بود. اگر پنسل این رقم مثل دیگه که اگر احیانا پنسل HB یا H2 یا مثلا B1 B2 پیدا نشد با فشار دست میتونی تاریک روشن کنی. رقم پنسل کار کنی. سختی رقمی. رقمی سخت است. متو رقم که راحت هستی بگی تو.
یعنی اینم تو راحت هستی سیم قمیص است؟ اینا خودت از اینجا بیا بریم که سر یک کار معسل بریم که ببینیم عملی نشان بدیم میتوان اینجا اینجا استاد بچیم اینه سعی کو این معسل کار کرده مدل اونجا هست دیدی یعنی در اینجا چیز آمده مکعب آمده مخروطی آمده و دایره آمده خود کوزه اینو مثلا که تاریکی روشنی این چه رقم است خودت فکر کن خودت نه استاد اینجا تاریکیش کم است اینجا تاریکی روشنی اینجا روشنی زیاده اینجا تاریکیش زیاده است که بخاطر زمان استاد اینجا پیش نشان داده و اینجا استاد خوب تو سیاه کرده استاد که فهمده شد یعنی یک خط دیگه بوده است بارک الله این مرکزیت مکمل گرفتینی که همیشه تو تناسبات در نظر بگی تناسبات خود ورقه تناسب یعنی چه رقم یک مدل جا داده میتونی در مرکز که مثلا چهار طرفش بیست دیزی که ادوزه بکنیم صد مثل کمپوزیشن برای که واضح بردیم کمپوزیشن باز و بسته میگن نه این کمپوزیشن بسته است فعلا این کمپوزیشن بسته است اگر بخوایی که مثلا کار کنی این دیشین کار کنی سر جایی بالا برای این کمپوزیشن باز میگن اگه باز خودی به حالت باشه صد باز کمپوزیشن بسته میگن دوستان عزیز ببینین که حتی ریاضی در نقاشی هم وجود داره استاد بسیار عالی است پیامتون برای بیننده‌هایی که شما رو میبینن چیست؟ پیام برای بیننده‌های عزیز که هر کس که در هر رشته که استعداد داشته باشه بهتر است که برای در رشته خود ثبت نام کنه و شامل رشته شود موفق تر است که در خلاف رشته بره بسیار عالی دوستان عزیز من وقتی گپ استاد شنیدم به این رفتم که مادرم همیشه میگفت به فکر حرف مردم نباش مردم هر چی میگه شما فقط به روی ادامه بده و یادتان باشه دوستان ما به فکر مردم نیستیم که مردم چی میگه ما شما فقط به فکر آینده خود هستیم آینده خود را بسازیم ای زادگاه آبا و اجدادم با شادی مردم من خوشبختم و شادم از آبادی تو من سبزم و آبادم افغانستانم ای دل و جانم ای زیباترین در تمام کهکشانم خب دوستان عزیز ما به سمستر اول رفتیم دیدیم که نقاشی کردن با پنسل بود حالا میخوایم به سمستر دوم بریم که نقاشی کردن با خودکار هسته و اینجا خوشبختانه یکی از دوستای ما به سمستر دوم هسته بیشتر صحبت رو با خودشان داریم سلام خدمت شما خدمت کسانی که ما را از پشت پرده تلویزیون تماشا میکنن اینجا محمد وایس حیدری می باشم یک تن از مسئولین استودیو هنرهای زیبا حسین ایدرسی بسیار عالی دوست عزیزم در مورد فعالیت های خودت بگو چند سال میشه که در اینجا درس میخونی؟ از من 3 سال میشه که اینجا محصل هستم بله بیننده عزیز ببینید چقدر مقبول ماشاءالله خب دوست عزیز دیگه یکی از نمونه های دیگه تا میشه بری بیننده نشون بدی؟ دستم یا هسته خب دوستان عزیز ببینین خیلی ما که دیدم خیلی جالب ببینین دوستان این به فکرم با رنگ است نه؟ خب این دوست چقدر سنگین کلش پر کردی؟ بله ماشاءالله خب چقدر وقت میشه در این شهر سفید؟ این در مدت 1 ساعت کار کردیم 1 ساعت؟ ماشاءالله گفتی یکان تا خوب وقت داره دیگه خب دوستان عزیز چقدر مقبول هسته ما وقتی این دیدم ببینید درختای مقبول رودخانه خب دوست عزیز دیگه روشن نشون بده این دوستان عزیز چقدر مقبول خب بسیار عالی تشکر پیامت برای همسنان خود ما چیست؟ باید تسلیم نشن به هدفی که دارن باید تلاش کنن و زحمت بکشن تا به هدفی که دارن برسن بسیار عالی ببینید دوستان عزیز این شعار همه شده که ما باید تلاش بکنیم تا اینکه به هدف ما برسیم افغانستانم شوکت و شانم سربلندی تمنا و آرمانم
دوستان عزیز ما یادتان است که ما به بخش اول برنامه رفتیم نقاشی کردیم و نقاشی رو یاد گرفتیم. حالا پلوی استاد شفیق برنیار هستیم و آمدیم به گالری این انستیتوت و میخوایم ببینیم که چی نوع نقاشی هایی در اینجا هسته. بیشتر صحبت رو با خود استاد شفیق برنیار داریم. سلام استاد، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ بخیر، صحتتون خوبه؟ تشکر. استاد در مورد فعالیت هایتان برای بیننده های عزیز ما بگید. اول خب بسیار خوش آمده به اینستیتوت ما. اینجا گالری اینستیتوت هنرهای زیباست. قسمی که شما صنف‌های تدریسی ما را دیده و اینجا تمامش آثار هنری هستند که توسط شاگردای ما که در طول سمسترها کار میکنن و در طول سالها آثاری که کار میکنن وقتی از پیش ما فارغ میشن باز ما یک اثرش و قسم یادگاری و یا مونوگراف اینجا ما حفظ میکنیم و در نمایشگاه اینجا بند میکنیم. استاد در مورد تابلوهایتان بگید، شما چقدر نقاشی در اینجا دارید؟ اینجا در این نمایشگاه خب بیش از 180 یا 200 اثر است که در دیوارها بند هستند و نوعیت‌های مختلف است. رنگ روغنی است، رنگ آبرنگ است، رنگ پنسل است و خود پنسلی هستند. تمامش توسط شاگردای ما کار شده. بسیار عالی. خب استاد بین آیسته آیسته بریم برای بیننده‌های عزیز ما گالری هم نشان بدیم. مفهوم این نقاشی چیست؟ میشه بریم ما ببینیم؟ این یک اثر است که زحمتکشی افغانای ما را نشان میده که خصوصا یک جوان است که در طرف بامیان و یک شاگرد ما که از خود بامیان بودن باز مونوگراف کار کردن به مو خاطر باز گفتن که ما میخوایم که امو عرف عنعنات فرهنگی که ما خود در بامیان داریم که یعنی به تاوردن از کوهناس و به تصویر کشیدن و این اثر کار کردن. اوه چقدر زیباست. خب استاد در مورد این بگین از چه نوع رنگ استفاده شده؟ این هم رنگ روغن است، رنگ روغنی کار شده توسط یکی از شاگردای ماست که استاد راهنمای یکی از استادای بسیار ورزیده ما بود، خداوند بیامرزدش که فعلا وفات کرده نیستن و این اثرش ما اینجا به قسم یادگار سر شاگردا کار کرد نگاه کردیم و این اثر که از منظره شمالی است. ماشاءالله استاد همه منطقه شما بلد هستید. خب استاد بفرمایید. و استاد در مورد اینو ببین چقدر زیباست. خب این به نام نقاشی مینیاتور است، یعنی مینیاتوری ظرافتکاری است، میده‌کاری است. داخل کامپیوتر جور شده یا خیر؟ یا تمامش خلاقیت‌های دست انسان است. کلش توسط دست است و این زیبایی که داره و این اثر ما که است نقاشی مینیاتور نقاشی و یکی از هنرهای خاص افغانی ماست که در کمال‌الدین بهزاد در ولایت هرات کار میکرد و این شیوه را خودش کار میکرد، در دیگر جای نیست و بالاخره باز از افغانستان به پاکستان، از پاکستان به هند، از هند همونطور به چین این انتقال یافت. یعنی نقاشی مینیاتور پیدایشش در افغانستان توسط خود افغانا و از اینجا بالاخره نشأت کرد این به چین. حالا فعلا در چین هم میتونه کار میکنن اما هنر اصیل افغانی همی است. این هنر اصیل ما افغاناست. چقدر زیباست. آقای شفیق میشه در مورد رنگ آبی برای ما بگین که مفهومش چیست؟ آبرنگ است توسط آب کار میشه. خصوصیات رنگ همون رنگ است، رنگایی که کار میکنن رنگ کدام تغییر دیگه نداره، فقط صرف خاصیتش رنگ داره تغییر داره که یکی آبرنگ است که همراه آب کار میشه، رنگ روغن گفتیم همراه تیل کار میشه و یک رنگای دیگه رنگ پنسلی که عموم را شاید خودتان بشناسید در مکتب کار کنید، رنگای پنسلی است که توسط از نو کار میکنید. بسیار عالی، تشکر. افغانستانم ای آشیانم تا نفس در سینه دارم با تو میمانم. افغانستانم روح و روانم در حفاظت قلم رو تو سرپازم. از نو تو را با دستوهای خود میسازم. سرفرازیست در هوای تو پروازم. افغانستانم افغانستانم. استاد نظر به تمام تابلوهایی که من دیدم این تابلو واقعا نظر مرا جلب کرد به خود و استاد یک پیام بسیار خاصی هم برای خود داره و ما از شما میخوایم که این پیام برای کسانی که جوان هستند برایشان بگید.
این اثر که شما میبینی یک اثر اصلا گرافیکی است که گرافیک از شکل سمبولیک است. یک فقط بیانگر یک چیز است، یک برای دیگرها یک چی میده، یک الهام میده، تخیل میده که شما این کار نکنید. همین سیگارت که اینجا کار کردن، شما اگر متوجه شید دود سیگارت که وقتی بالا شده اسکلت انسان ساخته به شکل مرگ. و اسکلت سر انسان ساخته که شما از دخانیات استفاده نکنید. خصوصا جوانای ما امروز مبتلا زیاد بر سیگارتی گپ هستند. با مو خاطر گفته که شما سیگارت نکشه، اگر نه همون صحت سلامتی شما از دست میته و شکل اسکلت وجودتان که بالاخره انسان محو و نابود میکنه که از بین میبره. این همون یک پیام داره که شما سیگارت نکشه، اگر حیاتتان برباد میشه، از بین میره شما و صحتتان خراب میشه. دوستان عزیز، یادتان باشه که سلامتی یک چیز بسیار مهم است. وقتی ما شما سیگارت بکشیم باعث میشه که ششهای ما شما خراب شود. و استاد پیامتان برای کسانی که شما رو میبینن چیست؟ باید تحصیل کنن، زحمت بکشن، خصوصا چیزی که علاقه‌مندی دارن. و ما به صفت یک هنرمند برشان میگیم که هنر افغانستان بهترین هنر است در سطح جهان. ما هنرمندای بسیار بزرگ داشتیم اینجا، ما سبکای هنری بسیار خوب داریم در وطن خود. بیاین جوانا، قسمی که ما راه دیگرها را تعقیب کرده هنر افغانستان از زنده داشتیم پیش میبریم. جوانا هم امروز بیاین در اینستیتوت ما، اینستیتوت هنرهای زیبا قدامت تاریخیش بیش از 100 سال است که از پانتون کابل از همه جای کرده قدامت تاریخی داره و هنرمندای بسیار خوب به جامعه تقدیم کرده. شما همونطور که راه از اونا رو تعقیب کردیم و شما هم بیایید، شاید فردای ما نباشیم، اونا راه ما رو تعقیب کنند و هنر افغانستان زنده نگه کنند. پیام به جوانان است. بسیار عالی استاد. دوستان عزیز یادتان باشه که فردا برای درس خواندن دیر است. تشکر استاد. خداحافظ. ای سرزمین نامدار و باستانم، نام تو هر لحظه باشد ورد زبانم. با تو برجاست تا ابد عهد و پیمانم. افغانستانم ای دل و جانم، ای میهن عزیز و امن و امانم. افغانستانم ای بوستانم، مالاله های دشت و دامن تو. عاقبت گر عمری باشد ماندگار، این سخن را میگذارم یادگار. می نویسم روی کوه بیستون، زنده باد یاران خوب روزگار. دوستان عزیز، این بود برنامه امروزی محسن. سپاس و قدردانی فراوان دارم از شما که تا این دم با محسن بودید. و دلایل مجبور شما را ترک میکنم. خداوند یار و نگهدارتان. خداحافظ.